نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني وكان لي السبيل إلى المعالي ونورا للهداية والبيان. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا وشفينا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك در آیات گذشته احکامی دستوراتی در ارتباط با ازواج مطهرات و همسران پاک رسول الله صلی الله علیه و سلم خواندیم. حال در آیه‌ای که تلاوت گردید، در این آیه صفاتی بیان شده که این صفات با صیغه هم مذکر ذکر شدند هم صیغه مؤنث، هم گویا این صفات را زنان میتونن داشته باشند هم مردان. هر دو قشر میتوانند با این صفات متصف بشند. خدای عزوجل مدار نجات و مدار موفقیت را بر این صفات بیان فرموده. اصلش اینه که قرآن کریم هر جا که هر آیه‌ای باشد که در اون آیه تکلیفی باشد، ما بندگان را خداوند مکلف بفرماید، آیه با هر صیغه‌ای باشد فرقی نمی کند، شامل مرد و زن میشه، مگر اینکه احکامی که مخصوص مردان باشند یا احکامی که مخصوص زنان باشند. بغیر از اون احکام خاص بقیه تمام دستورات خدای عزوجل شامل مرد و زن میشه، ولو اینکه با صیغه مذکر بیاد. مثلا خدا میفرماد اقیم الصلاة. اقیم الصلاة کسانی که عربی بلد هستند میدونند که شامل مردان میشه، ولی منظور مرد و زن هستند. آتوا الزکات، زکات بدهید، منظور مردان و زنان هستند. اتم الحج، مردان و زنان. کتب علیکم الصیام، مردان و زنان. بحث روزه، حج، احکام، همه صیغه هایی که ذکر می شوند چون که تغلیب و اکثریت با مردان است به اعتبار قوت، به اعتبار کیفیت، به این خاطر کلماتی ذکر شدن که مخصوص مردان، اما مراد مردان و زنان هستند.
خب یکی از ازواج مطهرات ام سلمه رضی الله عنها بعضی گفتن و بعضی یک صحابی دیگه نام بردن. خدمت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ذکر کرد یا رسول الله چرا خداوند عزوجل همیشه مردان را خطاب کرده و ما زنان را نادیده گرفته، ما زنان را خطاب نکرده، در حالی که زن در هر مسئله یک در کنار مرد هست، تابع مرد هست. بنابراین مفسرین میگویند که این آیات نازل شد که در این آیات همه این صفات ایمانی و اعمال هست، خلاصه کل اسلام و دین هست، اما با صیغه مذکر و مؤنث، با کلماتی و واژه‌هایی که مربوط به مردان و زنان. مثلا الله عزوجل می فرماید ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، بدون شک مردان مسلمان و زنان مسلمان و مردان مؤمن و زنان مؤمن. هر یکی از این صفات که خدای عزوجل خواسته و این صفات را بیان کرده، آخر می فرماید اعد الله لهم مغفرتا و اجرا عظیما، برای دارندگان این صفات خدای عزوجل مغفرت آماده کرده، بخشش و اجر عظیم منظور بهشت. الله تعالی برای کسانی که این صفات را داشته باشند، چه مرد باشند چه زن باشند، برای اونها بهشت و بخشش و رضایت خودش را فراهم فرموده. اما هر یکی از این صفات معنایی دارد. اسلام میگویند که دستورات خدا را ما اجرا بکنیم، اون دستوراتی که مربوط به ظاهر است، به اعضا و جوارح است. مثلا نماز بخونیم، روزه بگیریم، حج بریم، در جهاد همراهی بکنیم و احکام اینچنینی، به اینها عمل کردن، به اینها پایبند بودن، از معاصی و از گناهان دوری کردن، این هست اسلام. پس اسلام نام انقیاد و بجا آوری احکام هست به اعتبار ظاهر. اما ایمان نام یک کیفیت قلبی هست، کیفیت درونی انسانه که در دل انسان اعتقاد درستی به خدای بزرگ داشته باشه که خدای عزوجل واحد هست، لا شریک هست در ذات و صفات خودش. الله عزوجل همتا و نظیر ندارد. به تمام ایمانیات در دل ایمان داشته باشد، باور داشته باشد محمد صلی الله علیه وسلم رسول به حق و فرستاده او هست، قیامت حق است، بهشت حق است، جهنم حق است، ملائکه هستند، ایمان به تقدیر داریم و اینایی که در دل شما به اونها باور دارید و اعتقاد دارید، اینها رو میگن ایمان. و ایمان و اسلام هر دو لازم و ملزوم همدیگه هستند. یعنی نمیشه انسان بگه فقط به ایمان چنگ بزنه بدون اسلام یا اسلام بدون ایمان. مثلا منافقین اسلام داشتند، یعنی به ظاهر نماز میخوندند، در صف بودند، اما خدای عزوجل میفرماید و ما هم بمؤمنین، اینا ایمان ندارند. اسلام منهای ایمان به درد نمیخورد کسی فقط عمل بکنه. یا بعضی میگه اصل دل است، دل در دل اعتقاد داشته باش، دیگه یک رکعت نماز نمیخونه، اینم به درد نمیخوره. باید هم برای نجات هم ایمان باشد و هم اسلام باشد. والقانتین والقانتات، آنانی مردانی که تابع دستورات خدای عزوجل هستند و آن زنانی که تابع دستورات خدا هستند. هر چی که خدا دستور داده انجام میدهند، ولو اینکه دستور خدا خلاف میلش باشه، خلاف هوای نفسش باشه، خلاف اون چی که جامعه ازش انتظار داره. لذا تابع دستور محض الله عزوجل است. والصادقین والصادقات، و همچنین مردان صادق و زنان صادق. صدق یکی صدق با زبان است که با زبان انسان راستگو باشد، دروغگو نباشد. اما صدق گاهی صدق قولی هست، گاهی صدق عملی هست، انسان عملا هم صادق باشد.
نیتا هم صادق باشد، ایمانا هم صادق باشد. لذا یکی هست مثلا میگه من نماز میخونم برای خدا نمیخوند، برای ریا میخواند، این کاذب، این دروغ میگه، این برای خدا نماز نمیخونه. مثلا در عمل، در نیت، در هر چی که انسان باید صادق باشد. والصابرین والصابرات، و همچنین مردانی که صبر میکنند و زنانی که صبر میکنند. صبر هم یکی از دستورات الهی هست در قرآن کریم. صبر یکی همین مفهوم از صبر که ما در ذهن ما هست، صبر به وقت مصیبت، یه مشکلی برای کسی پیش آمد، مالی، جانی، داد و فریاد نکند، ناسپاسی نکند و خدای عزوجل را شاکر باشد، صبور باشد. این معنای صبر هست، ولی اینجا این معنا نیست. اینم یکی از صورتهای صبره. صبر بر سه قسمه، بر سه نوع هست. یکی هست صبر بر طاعت و بندگی، یعنی شما که عبادت میکنی خدا را استقامت کنید، واعبد ربک حتی یأتیک الیقین، تا دم موت خدا را عبادت کن. فقط مثلا نمازگزار ماه رمضان نباش، فقط تهجد خوان ماه رمضان نباش، صبر کن، یعنی ادامه بده. فقط با تقوا در ماه رمضان نباش، صبر کن، ادامه بده، همیشه با تقوا باش. پس در اعمال صبر کن. بعضی ها هستند که در اوقات خاص فقط عبادت میکنن. اصلش اینه که ما از دیگران این را به ارث بردیم، وساوس شیطان هست، درس شیطان هست. مسیحیان معتقد هستند که هر چی که گناه و معصیت میکنی گناه بکن، فقط در روز کریسمس برو به کلیسا و اونجا یه مبلغی به اون پدر روحانی بده، اون تو را پاک میکند. لذا در همون روز خاص میشه مسیحی. خب این درس شیطانه. بعضی مسلمان ها الان همین اعتقاد را دارن، میگه هر چی که گناه میکنی، هر چی اشتباه میکنی اشکال نداره، فقط ماه رمضان بیا پایبند باش. یا به بعضی از ماها میگن که فقط در محرم بیا همون 10 روز خوب گریه بکن، دیگه شستشو میشی، پاک میشی. اینطور نیست. ما باید اگر طاعت و بندگی برای خدا میکنیم باید همیشه بکنیم، باید بر اون استقامت داشته باشیم تا دم موت. فقط مسلمان رمضانی نباشیم، ایام حج نباشیم، یا مذهبی ماه محرم فقط نباشیم، بلکه همیشه انسان دیندار باشد، تابع شریعت باشد، تابع خدا باشد. این یک نوع صبر هست، صبر بر طاعت و بندگی. یکی دیگه هست صبر بر ترک معصیت. گناه را که ترک کردی برای همیشه ترک کن. این صبر خیلی مهم و خیلی مشکل است. خیلی از جوانها شکایت میکنن، میگن ما 10 بار توبه میکنیم، هی دوباره توبه میشکند. صبر کنید، سخته، ولی اگر انسان استقامت بکند شیرینی و لذتش را هم در دنیا میبیند و هم در آخرت میبیند. انسان باید بر معصیت و ترک معصیت صبور باشد، تحملش را بالا ببرد، هر چه شیطان وسواس میکند استقامت بکند. اینم صبره. و صبر سوم همین صبر بر مصیبت است. لذا الله عزوجل می فرماید مردانی که صابرند و زنانی که صابرند، والخاشعین والخاشعات، مردانی که فروتنی میکنند و زنانی که فروتنی میکنند. الله عزوجل هم در این آیه شریفه ایمانیات را بیان می فرماید، هم اعمال را بیان می فرماید، هم اخلاق بیان می فرماید. اخلاق هم خیلی مهم هست. انسان متکبر نباشد، انسان متجبر نباشد. انسانی که خدای عزوجل کمالی بهش داده، یکی را علم داده، یکی را مقام داده، پست داده، ریاست داده، یکی را عرض کنم سواد و مدرک داده، به یکی پول داده الله، به یکی قهرمانی و جوانی داده. هر یکی را الله عزوجل یک هنری داده، همه را
به یکی نداده، به همه داده. به یکی الان ما اطراف خودمون را مطالعه بکنیم، یکی یک حسنی داره دیگری نداره، دیگری دیگه نعمتی داره اون دیگری نداره. الله به هر یکی یک چیز داده. اینها را داده برای شکر نه برای تکبر. لذا الله می فرماید که اون مردانی که فروتنی می کنند و زنانی که فروتنی می کنند، خشوع و خضوع می کنند، در مقابل دیگران افتخار نمی کنند، غرور از خود نشان نمی دهند و به آنچه که خدا بهشون داده تکبر نمی کنند. والمتصدقین والمتصدقات، مردانی که صدقه می کنند و زنانی که صدقه می کنند. صدقه هر دو نوع صدقه را شامل است. صدقه فرضی مثل زکات، مثل فطریه، یا غیر فرضی که شما همینطور به صورت نفلی بدهید، چه مردان چه زنان. والصائمین والصائمات، و مردانی که روزه میگیرند و زنانی که روزه میگیرند، چه روزه فرضی چه روزه نفلی. والحافظین فروجهم والحافظات، مردانی که عفتشون را حفظ میکنند و زنانی که عفتشون را حفظ میکنند، چشم گوششون را هم حفاظت میکنند، حیا و عفتشون را، پاکی و پاک دامنیشون را حفظ میکنند. اینها را الله میفرماید کسانی که دارندگان این صفات ایمانی، عملی، اخلاقی هستند. و آخرین صفت والذاکرین الله کثیرا والذاکرات، مردانی که الله را به کثرت ذکر می کنند و زنانی که الله را به کثرت ذکر می کنند. به کثرت آمده. ذکر عبادتی هست بسیار سهل، آسان، هیچ شرطی ندارد، نه شرط طهارت دارد، نه شرط حالت خاص، بیست، بشین، بخواب، نه شرط ارز کنم رو به قبله دارد، نه شرط وقت دارد، نه مکان، نه زمان، هر جا همه وقت، مگر در جاهای خاصی که مناسب نیستند. انسان الله را ذکر بکند، اما انتظاری که رب سبحانه و تعالی از بندگانش، از من و شما دارد، ذکر کثیر است، ذکر زیاد. ذکر زیاد حدش چیه؟ اندازهش چیه؟ حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما که رئیس مفسران است، برای ذکر کثیر فرمود، قال ابن عباس الذکر الکثیر الا ینسى جل شأنه، یعنی خدا را به اندازه یاد کن که فراموش نشه، هیچ لحظه از یاد خدا غافل نباش. حتی اگر به زبانت یاد نمی کنی، همین که مواظب باش که خدا از تو ناراضی نشه، خدا گرفتارت نکنه. اینم ذکر خداست. بر اساس این گفته که انسان خدا را فراموش نکند. و روی ذالک عن مجاهد، از مجاهد هم نقل شده. پس الله را به کثرت یاد کردن. خدای عزوجل هر جا که ذکر را آورده این صفت کثرت آورده. ما در رکوع بعد انشاءالله همین امروز میخوانیم، الله میفرماید یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای مؤمنین خدا را به کثرت یاد کنید. هر جا به کثرت است. در جای دیگه میفرماید وسبحوه بکرة، همین جا وسبحوه بکرة و اصیلا، صبح و شام. صبح و شام کنایه از دوام است، یعنی همیشه الله را یاد کنید. پس خدای عزوجل این انتظار را دارد از من و شما که در هیچ پاسی از اوقاتمون از ربمون غافل نباشیم، فراموش نباشیم، همیشه بیادش باشیم. صبح و شام به معنی دوام هست، علی دوام هست. اگر بنده اینطور باشه، همیشه به یاد خدا باشد، همیشه ذکر خدا بر زبانش جاری باشد، خب این بنده دیگه یک جایگاه ویژه‌ای نزد خدای عزوجل داره. اینی که خدا را یاد میکنه، خدا این را بیشتر یاد میکنه. اینی که خدا را در محفلی و در جمعی یاد میکنه، الله را در محفلی و در جمعی زیباتر و بهتر و افضلتر یاد میکنه. اما بنده همیشه
این آیه و امثال این آیات را که میخوانم، ذکری که از مشایخم، اساتیدم، بزرگانم دارم، توصیه میکنم شاید یکی عمل بکند به ما هم اجری برسد. اون اینه که ما اگر برای خودمون یه حدی تعیین بکنیم و خودمون را پایبند بدانیم، توفیق بیشتری میشه و بهتری میشه که ما ذکر بکنیم. چند تا اذکار هستن که بنده عرض میکنم، این اذکار در احادیث گوهربار رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بهترین اذکار ذکر شدند. مثلا اولی هست لا اله الا الله. ما بیاییم روزانه 100 بار صبح، 100 بار بعد از ظهر، یعنی بعد از عصر تا آخر شب، صبح بعد از فجر تا عرض کنم که ظهر و بعد از ظهر 100 بار لا اله الا الله بگیم. لا اله الا الله توحیده، اعتراف به یگانگی خدای عزوجل هست، ایمان هست. افضل الذکر لا اله الا الله. رسول الله فرمود بهترین ذکر لا اله الا الله هست و فرمود من قال لا اله الا الله دخل الجنه. هر کسی که لا اله الا الله بگه وارد بهشت میشه. لذا روزانه این ذکر را ما در ترتیبات خودمون و برنامه ذکر خودمون بگنجانیم. به این ترتیب بزرگان میفهمند که به خاطر اینکه آسانتر بشه 99 بار بگیم لا اله الا الله، لا اله الا الله. بار صدم بگیم لا اله الا الله محمد رسول الله. 100 بار دیگه سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. این سبحان الله و بحمده شمایی که در درس‌های آخر درس صحیح بخاری بودید، آخرین حدیثه که رسول الله صلی الله علیه و سلم در رابطه با اینها فرمود که کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. دو کلمه، دو جمله هستند که پیش رحمان بسیار محبوب و دوست داشتنی هستند. الله اینها را خیلی دوست دارد. بر زبان بسیار سبک و آسان، خفیفتان علی اللسان ثقیلتان فی المیزان. وقتی که روز قیامت اینها را در ترازوی اعمال بگذارند، سبحان الله، خیلی اینها سنگینند، اینها وزنه هستند. سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم، که در این هر دو کلمه هم تسبیح و توحید و تقدیس الله عزوجل است و هم حمد و ستایش الله عزوجل است. پس 100 مرتبه صبح، 100 مرتبه بعد از ظهر بگین سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم. 100 مرتبه لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، که لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم ذکری هست که در احادیث به کثرت تشویق شدیم ما که این را بخوانیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم معنیش هم جالبه که انسان از خود سلب می کند هر نوع توانی را، هر نوع قدرتی را. من هر چی دارم از فضل ربم دارم. اگر 2 رکعت نماز می خوانم، من به توفیق ربم می خوانم. وقتی که مؤذن میگه حی علی الصلاة، شما چه پاسخ میدید؟ لا حول ولا قوة الا بالله. یعنی من کی باشم که این توان را داشته باشم مگر ربم به من قدرت بده، رب به من توانایی بده. پس لا حول ولا قوة الا بالله برای این هست. و حتی در روایات آمده که این کلمه و این ذکر برای دفع وساوس بسیار مفید است. کسی که وسواس دارد لا حول ولا قوة بخواند، به کثرت بخواند، الله عزوجل وسواس را از او دور می کند. و بسیاری از مریضی های روحی روانی که امروز اکثر ما داریم و مردم ما و به ویژه جوانهای ما دارند، فشار اقتصادی، فشار مالی، فشار خانواده، فشار سیاسی و انواع فشارها. لذا تنها ذکری و بهترین ذکری که ما را سبک می کند این ذکر هست و فشارهای روحی روانی را از بین می برد. این اثرات را این دارد و یکی از عمده ترین اثراتش اینه که انسان صاحب توفیق میشه.
یعنی کسی که به کثرت لا حول ولا قوة الا بالله میخواند همه چیز را به خدا موکول میکنه، میگه که من خودم، این اظهار عجز است پیش خدا، من خودم که کاری نیستم، خدا اگر توانی بده الله عزوجل بهش توان میده، بهش توفیق میده. بنابراین 100 مرتبه صبح و 100 مرتبه بعد از ظهر لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم را بخوانید. این شد 300 مرتبه هر وعده. و چهارمین 100 مرتبه درود شریف بر رسول اکرم صلی الله علیه و سلم، محسن ما، اون ذاتی که هرچی ما داریم به برکت وجود ایشون هست. ما را با رب سبحانه و تعالی آشنا کردن، ما را با توحید آشنا کردن، سبب رابطه ما با آسمان شدن. لذا این پیامبر سزاوار این هست که بار بار بر او درود و رحمت خدا بفرستیم. و این درود و رحمتی که برای ایشون میفرستیم، علاوه از این که روح ایشون بسیار شاد میشه، از طرف ما خوشحال میشه، برای خود ما منافع زیادی دارد. 10 تا گناه معاف میشه، 10 تا نیکی برای ما نوشته میشه و 10 درجه بر درجات ما اضافه میشه و 10 فضیلت ما کسب میکنیم، میشد 40 تا. این به برکت چی هست؟ به برکت درود هست. لذا 100 مرتبه صبح شما درود بخوان، 100 مرتبه شام و بعد از ظهر بخوان، این میشه 200 مرتبه. و آخرین ذکر استغفار هست. انسان هر عبادتی دارد، هر توفیقی دارد، بعد از اون استغفار بخواند، کوتاهی های اون عبادت جبران میشه. در روایت ها داریم وقتی که ما نماز میخوانیم، نماز سلام میگیم، 3 بار بگیم استغفر الله استغفر الله استغفر الله. این 3 بار باعث میشه که شما در نماز هر چی کوتاهی داشتی جبران بشه. الله عزوجل با همین استغفار شما اونها رو جبران میکنه. لذا 100 مرتبه که استغفار بخوانید، هر چی کوتاهی روزتون هست، هر چی کوتاهی شب گذشتهتون هست، انشاءالله جبران میشه. لذا اینا شدن 500 مرتبه. 500 مرتبه الله را با بهترین اذکار، با بهترین یاد الهی یاد کن. 500 مرتبه هم بعد از ظهر میشه روز 1000 مرتبه بهترین اذکار را خوندی. شما اگر امتحان بکن یک جا بشین 20 دقیقه بیشتر طول نمیکشین 500 مرتبه. لذا شما الله را با حضور قلب، با خشوع، با استحضار قلب الله را یاد کن، میشه روز 1000 مرتبه. ما این امید را داریم که ما اگر پایبند اینها باشیم، ما را الله عزوجل جز ذاکرین الله کثیرا به حساب بیارد. جز کسانی باشین که به کثرت الله را یاد کردیم. اونی که به کثرت الله را یاد بکند در این ردیف قرار میگیره. اونی که در این ردیف قرار بگیره چه چیزی برایش منتظره؟ الله می فرماید اعد الله لهم مغفرة و اجرا عظیما. برای دارندگان این صفات، آنهایی که خودشان را با این صفات متصف می کنند، الله مهیا کرده، آماده کرده برای آنان، مغفرتی آماده کرده و اجر عظیم آماده کرده. هم مغفرت، خدا اونها را می بخشه. این ما میگیم در اصطلاح دفع مضرت. دفع مضرت یعنی هر ضرر، هر آسیب، هر خطر از شما دور میشه. وقتی که مغفرت میشی دیگه هر چی گناه است، هر اشتباهی هست، دیگه به کیفر اون اعمال نمیرسیم. اونها را الله تعالی به الله عزوجل نابود میکند، محو میکند سیئات را. مغفرت به این معنی هست. و بعد نه تنها که پرونده ما صاف میشه هیچی به هیچی، بلکه و اجرا عظیما، جلب منفعت. الله عزوجل اجر و پاداش بسیار عظیم به این انسان و این انسانها عنایت میکند. الله عزوجل به ما توفیق بده که ما فقط اینها را میخوانیم یاد نگیریم، به اینها عمل بکنیم. این صفاتی که قرآن از ما انتظار دارد، رب مهربان از ما انتظار دارد، این صفات را ما در زندگی خودمون داشته باشیم. بعد از این عرض کردم در جواب کسانی بود که چرا خدا فقط مردان را یاد کرده. الله فرمود بگی این مرد و زن این صفات را داشته باشید، من مغفرتم شامل حال شما میشه و اجر و پاداش عظیم به شما عطا میکنم. و ما کان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله. بعد از این خدای عزوجل
در این آیه می فرماید که هیچ مؤمن و هیچ مؤمنه نباید از دستور رسول مکرم صلی الله علیه و سلم سرپیچی بکند. حاصل این آیه و خلاصه این آیه همینه و تخویف است، تهدید است، بیم هست برای کسانی که سرپیچی میکنند و معصیت میکنند. این آیات در رابطه با حضرت زینب بنت جحش رضی الله تعالی عنها و برادرش عبدالله ابن جحش هست. من برای اینکه آیات را بفهمیم من مقدمتا خدمت شما جریانی را تعریف بکنم. اون جریان حضرت زید رضی الله تعالی عنه هست. زید رضی الله تعالی عنه متبنای رسول الله بود. متبنا یعنی فرزند خوانده، پسر خوانده رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. زید اصلش از عربهای اصیل بود، اصالتش برده نبود. اما در زمان قدیم برده ها دو نوع بودن. یکی اونایی که در جنگ ها اسیر میشن، بعضی بچه ها را می دزدیدند. اینها اهل یمن بودند غالبا، که از اونجا زید رضی الله تعالی عنه در یکی از جنگ ها ربوده شد یا همینطور دزدیده شد. زید را آوردند در بازار مکه به فروش رسوندند قبل از بعثت رسول الله صلی الله علیه وسلم. یکی از تاجران مطرح مکه خدیجه رضی الله تعالی عنها بود. خدیجه زید را، این کوچولو را خریداری کرد و بعد از اینکه با رسول الله عقد کرد زید را به رسول الله بخشید. گفت این غلام مال تو باشد، این برده مال تو باشد. زید بسیار دوست داشتنی بود. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم او را هم دوست داشت و باش محبت میکرد. آن حضرت این زید کوچولو را آزاد کرد و اون را پسرخوانده خودش قرار داد. گفت تو فرزند منی. لذا بعد از اون نمی گفتن زید ابن حارثه، اسم پدرش حارثه بود، زید ابن محمد می گفتن. حتی در تاریخ داریم که پدر و عموی زید با خبر شدن، می گشتن، سرگردان بودن برای فرزندشون. کسی خبر داد که زید در دست خانواده هست در مکه. اینا از اونجا حرکت کردن، مقدار پول با خودشون برداشتن، آمدن و جستجو کردن. آخر پیدا کردن رسول الله صلی الله علیه و سلم را و متوجه شدن که مالک زید و صاحب زید این فرد است. خدمت آن حضرت آمدن قبل از بعثت است. این میخوام بگم که مکارم اخلاق قبل از بعثت هم بود. آن حضرت چنان زید را دوست داشت، باش محبت میکرد که زید هم دل داده بود. برای لحظه از رسول اکرم صلی الله علیه وسلم پدر خانده اش جدا نمیشد. پدر و عموی زید آمدند خدمت رسول الله، گفتند که فرزند ماست، ما برده نیستیم، ما عرب اصیل هستیم، آمدیم که این را ببریم، هر مبلغی پول میخوای بهت میدیم. آن حضرت صلی الله علیه وسلم فرمود که من پول نمیخوام، من اون آزاد کردم، اما به یک شرط میگذارم ببرید. شرط اینه که اگر خودش رضایت داشت، اگر رضایت نداشت شما نبریدش. اونا هم قبول کردن، گفتن که اگر اون اینجا راضی تر بود و خوشتر بود ما نمیبریم. زید با بچه ها بازی میکرد، زید را صدا کردند، زید آمد، پدر و عمویش را دید، هم شناخت. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود میشناسی؟ گفت بله. کیه؟ گفت پدرم است. اون کیه؟ گفت عمویم هست. بعد از اینکه متوجه شدن شناخت، بعد آن حضرت گفت اینا آمدن دنبالت، میخوای بری برو با اینها، دوست داری برو، نمیخوای اینجا بمان با ما. گفت نه من نمیرم. هر کاری کردم پدر و عمو تشویقش کردند، گفت نه من اینجا را ترک نمی کنم. الله مقدر کرده بود که از این زید اسامه درست بشه و اون اسامه فرمانده لشکر میشه. وقت داستان ها هست. خلاصه الله نخواست، این طفل هر کاری کردن نرفت و اینجا با رسول الله ماند. بالاخره پدر و عمویش ناامید شدند و برگشتند. اونها که رفتند، زید رضی الله تعالی عنه بزرگ شد و
آخر ازدواج کرد. یکی از اولین کسانی بود که به آن حضرت صلی الله علیه وسلم بعد از بعثت هم ایمان آورد، غلامی که گفتن زید بود. و در زمانی که این در مدینه طیبه هست، آن حضرت میخواست که زینب را به عقد زید در بیاره. زینب دختر عمه رسول الله بود، زینب بنت جحش، اما مادرش بود امیمه بنت عبدالمطلب. امیمه خواهر عبدالله بود، لذا زینب دختر عمه رسول الله بود. آن حضرت گفت زینب را برای زید خواستگاری کرد. زینب و برادرش عبدالله ابن جحش هر دو رضایت ندادند، به خاطر اینکه زید اگرچه اصیل بود ولی نامش برده بود، به عنوان برده بود. اینها برای خودشون نپسندیدند که کسی که از خاندان قریش هست و دختر عمه رسول الله هست به عقد برده‌ای در بیاد. آن حضرت صلی الله علیه وسلم ناراضی شدند، دلشون میخواست این عقد انجام بگیرید تا این آیه نازل شد. الله عزوجل سرزنش کرد، گفت هیچ مؤمنی و هیچ مؤمنی حق ندارد زمانی که پیغمبر خدا بخواهد چیزی انجام بدهد با او مخالفت کند. لذا وقتی که این را گفت هر دو برادر و خواهر تسلیم شدن، گفتن میپذیریم. الله عزوجل چیزی دیگه میخواست، اراده رسول الله چیزی دیگه بود، اراده الله چیزی دیگه بود. اون چی که الله بخواد همون میشه. جلوتر میریم چی میخواست. الله میفرماید و ما کان للمؤمن ولا مؤمنة، سزاوار هیچ مؤمنی نیست و هیچ زن مؤمنی نیست. اذا قضى الله و رسوله امرا، هرگاه الله و رسولش امری را فیصله بکند، ان یکون لهم الخیرة من امرهم، این که برای اونها اختیاری از امرشون باشد، یعنی اونها اختیار امرشون را داشته باشن. نه خیر، وقتی خدا و رسول فیصله بکن. خدا و رسول فیصله کرده بودند، الله مقدر کرده بود که زینب در عقد زید در بیاد. و من یعص الله و رسوله فقد ضل ضلالا مبینا. نتیجه مخالفت این برای من و شما هم هست. هر کسی مخالفت بکند با دستور الله و رسولش، او گمراه شد، گمراهی آشکار. بالاخره وقتی که این آیه نازل شد، اینا مؤمن بودند، فوراً تن دادند، راضی شدند. بعد از اینکه راضی شدند به عقد زید در آمد. اما بعد از مدت ناسازگاری شد. اینها اصلاً با هم دیگه زندگی خوبی نکردند از همون ابتدا. و حتی در روایات تفسیری هست که نزدیک زینب هم نرفت زید. بالاخره الله اینطور مقدر کرده بود. هر روز زید می آمد خدمت رسول الله، شکایت می کرد، می گفت که با ما نمی سازه، نمیشه، میخوام ترکش بکنم. رسول الله می گفت نه، امسک علیک زوجک، مبادا این کار را بکنی، شوهر زنت را نگه دار، واتق الله، از خدا بترس، نکن این کار را. الله عزوجل اینجا ظاهر میکنه پیغمبر خدا از چیز دیگه بیم داشت، از چیز دیگه میترسید و همونطور که میترسید شد. پیغمبر از این میترسید که این دختر عمه ام را مجبور کردم با زید ازدواج بکنه. او که راضی نبود، به خاطر من تن داد. حال وقتی که زید طلاقش بده، زندگیش خراب بشه، من باید ازش دلجویی بکنم و من اگر عقدش بکنم، میدونست که این عقد اشکال نداره. اما قریش چی خواهند گفت؟ قریش خواهند گفت که ببین زن فرزندش را، پسر خاندش بود، فرزند زن را طلاق میده، پدر زن را ازدواج میکنه، این چه دینی هست؟ اون وقت اونها بر دین میتازن، بر دین ایراد میگیرن، از این ناراحت بود. اما نمیدانست که الله بهش دستور میده باید ازدواج کنی. خدای عزوجل بعداً به پیغمبر دستور داد و بعضی میگن یک خطری و یک بیمی که آن حضرت داشت همین دستور بود که وقتی دستوری از طرف الله عزوجل
صادر نشه. چنانچه صادر شد. الله می فرماید و اذ تقول للذی انعم الله علیه و انعمت علیه، زمانی که تو می گفتی به اون انسانی که الله بر او احسان کرد، یعنی زید بن حارثه، و انعمت علیه، و اون انسانی که تو بر او احسان کردی تمام زندگی مدیون تو هست، تو به او می گفتی امسک علیک زوجک، همسرت را نگهدار، واتق الله، از الله پروا داشته باش، از الله بترس، و تخفی فی نفسک ما الله مبدیه، الله می فرماید تو در دلت مخفی می کردی اون چیزی را که الله ظاهرش می کنه. الله از ته دل خبر داره، اما رسول الله نه. الله از اسرار سینه ها خبر داره. الله می دانست حبیبش از چه چیزی بیم داره. و تخفی فی نفسک، تو در دلت مخفی می کردی ما الله مبدی، آن چیزی را که الله ظاهر می کرد. و تخشى الناس، تو از مردم و از حرف و حدیث مردم می ترسیدی. اما والله احق ان تخشاه، الله سزاوارتر است که از او بترسید، از مردم نترس. مردم چه خواهند گفت پروایی نیست، از الله بترس. سبحان الله. الله عزوجل بعضی رسومات را میخواهد از بین ببرد به وسیله پیامبر خودش، که پیامبر اول عمل بکند، اول پیامبر خودش ازدواج بکند با زن پسرخوانده اش. لذا الله میفرماید فلما قضا زید منها، وقتی که تمام کرد زید آن را، یعنی طلاق داد، یعنی طلاق داد، بین زید و او فیصله شد. زید واقعا افتخاری هست برای این صحابی، تنها صحابی هست که نامش در قرآن آمده، اسم ابوبکر نیست، اسم عمر نیست، گرچه اشارات زیاده، اسم علی و عثمان نیست. این صحابی ذکرش تو قرآن آمده. چرا آمده؟ والله اعلم. یک نکته مفسرین گفتند خیلی به دل می نشیند این نکته. اون نکته این است که ما در اول همین سوره خواندیم که از این به بعد پسرخوانده ها را به نام پدرخوانده ها صدا نکنید، به نام پدرهای اصلیشون نگید. مثلا زید ابن محمد، بگید زید ابن حارثه. یکی از افتخارات زید این بود که بهش میگفتن زید ابن محمد. خدا دستور داد از این به بعد نه، بگو زید ابن حارثه. زید دلش شکست، پریشان شد که تا به حال منسوب بودم به سوی نبی خدا، به سوی بهترین انسان روی زمین، از این به بعد کسی منو نمیگه زید ابن محمد. از این دل شکست الله عزوجل جبرانش کرد. الله گفت که اسمت را تو قرآن تو کلام میارم که تا قیامت تلاوت بشه، قرائت بشه، که هر کسی بگه زید 30 تا نیکی بهش میرسه. زید هر حرفی 10 نیکی است، نه تو اون حدیث زید 10 نیکی، یا 10 نیکی، دال 10 نیکی، میشه 30 نیکی. لذا زید، ای زید به تو چنان شرفی میرسه، به تو چنان جایگاهی میرسه که نامت را کسی ذکر میکنه هم بهش ثواب میرسه. لذا واقعا افتخار بزرگی بود برای این صحابی جلیل القدر، به این خاطر اسمش در قرآن آمده. علی ای حال فلما قضا زید منها وطرا، زمانی که کامل کرد زید از او وطر به معنی حاجت، منظور اینه که تمام کرد با او، طلاق داد او را. زوجناکها، ما به عقد تو در آوردیم ای حبیب، لکی لا یکون علی المؤمنین حرج. چرا؟ تا اینکه بر مؤمنین حرجی نباشد، تنگی نباشد، فی ازواج ادعیائهم، در همسران پسرخوانده هایشون.
در همسران پسرخوانده. از اینجا معلوم میشه که پسرخوانده محرم انسان نمیشه به این معنی که همسرش بگیم عروس انسان. تمام این خواندگی هایی که ما داریم، یکی هست میگه ما با هم برادر و خواهریم، یکی هست میگه ما با هم فرزند و مادریم، یکی پدر و دختریم. یعنی پدر خواندگی میشه، این میشه دختر دینی او، میشه پدر دینی این. 100 بار پدر دینی باشی هیچ وقت محرم نمیشه. 100 بار برادر و خواهر دینی بشید محرم نمیشه. خیلی با هم راحتند، نشست و برخاست، رفت و آمد، خلوت، با هم میشینند میخندند. شما مگه چه محرمیتی دارید؟ میگه ما برادر و خواهر دینی هستیم. الیاذ بالله، برادر و خواهر دینی یعنی چه؟ لذا وقتی که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که زید را از کوچکی بزرگش کرده، فرزندش خوانده، و نه رسول الله دلش میخواد زید از او جدا بشه به عنوان پسر خوانده، و نه زید خودش میخواد، ولی خدا انجام میده و بعد میفرماید که زن سابقش محرمت نیست، باید باش عقد کنی. پس دیگران کی هستن که میگن ما پدر و پسریم و پدر و دختریم و مادر و فرزندیم، لذا مادری و فرزندی محرمیت ایجاد نمی کند. تا که نباشد بر مؤمنین حرجی فی ازواج، در همسران ادعیائهم، پسرخوانده هایشون. یعنی هر مؤمنی وقتی پسرخواندهش مرد یا زنش را طلاق داد میتونه با زنش ازدواج کنه. اذا قضوا منهن وطرا، یعنی وقتی که اونها هم تمام بکنن، ای طلقها، وقتی که اون دعی زنش خودش را طلاق بده. و کان امر الله مفعولا، این دستور خدا و امر خدا شدنی هست، یعنی باید این انجام بشه، اجرایی بشه، عملی بشه. شد، بعد از اون دیگه این رسم شکست. ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له. اینجا جواب طعنه زنان است، اونهایی که میگفتند چرا پیغمبر با عروس خودش ازدواج کرد، بعد از اون رسول الله صلی الله علیه وسلم با زینب ازدواج کرد. الله میفرماید ما کان علی النبی من حرج، بر پیامبر، بر نبی هیچ حرجی نیست، هیچ تنگی نیست. فیما فرض الله له، در آنچه که خدا او را حکم داده، تعیین کرده برایش، تعیین کرده تکوینا یا تشریعا. هر چیزی را برای رسول الله تعیین کرده. تکوینا مثلا از این پدر متولد بشه، از این مادر به دنیا بیاد، این عموشه، اون پدر بزرگ و جدشه. تشریعا این که این کار را بکن، اون دستور را. بعضی ها را، همین همسران را هم الله عزوجل بعضی دستور دادند که اینها را عقد کن، مثل زینب رضی الله عنها را، عایشه رضی الله عنها را. لذا بر پیغمبر هیچ حرجی نیست. سنت الله فی الذین خلو من قبل، ای سن الله سنتا، این روش الهی هست، سنت الهی هست در پیشینیان. انبیاء گذشته هر چی که الله برای اونها تعیین میکرد همون تعیین بود. و سنت الله فی الذین خلو من قبل و کان امر الله قدرا مقدورا. دستور خدا، امر خدا و حکم خدا یک حد معین و مشخصی دارد برای هر یکی. هر چی الله مقدر کرده اون شدنی است، برو برگشت نداره. لذا جای طعنه و جای اعتراض و جای انتقاد ندارد. الذين يبلغون رسالات الله، اینجا تأکید تعمیل است، یعنی کسانی که حامل رسالات الهی هستن اونا نباید از حرف و حدیث مردم پروا داشته باشند، از مردم بترسند، از قیل و قال مردم اونا متاثر بشن. اونا باید فقط از رب بترسند، سعی بکنن که تک تک دستورات رب اجرایی و عملی بشه. الذين يبلغون رسالات الله، آنانی که رسالات الهی را میرسانند قولا و فعلا. این رسالت الهی فعلا بود، رسول الله
دستور یافت بره عقد بکند، این یک رسالت فعلی بود. و یخشونه و از او میترسند در این باب، ولا یخشون احدا الا الله، از هیچ کسی جز الله نمیترسند. این علت است. و کفا بالله حسیبا، الله کافی است از نظر حساب رس. همون حساب و کتابی که خدا میگیره همون کافی است. مردم هر چی حساب رسی میکنن پرواه نکن. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد پدر هیچ کسی از مردان نیست. فرزندانش در طفولیت رفتند به ملاقات الله. ابراهیم که از ماریه قبطیه پیدا شد، 3 تای دیگه یا 2 تای دیگه اختلاف روایت است، از خدیجه رضی الله عنها، عبدالله، طاهر و بعضی گفتن طیب، بعضی گفتن طیب لقبش بود. 3 تا اینها، یکی ابراهیم جان، 4 تا اینها قبلا در همون کوچکی طفولیت فوت کردن، نموندند. زید هم که زید ابن محمد بود، اون را هم الله فرمود که اون دیگه از این به بعد زید ابن حارثه است. پس پیامبر پدر هیچ یک از مردان نیست که بگیم فرزندش زنی داشته. ما کان محمد ابا احد من رجالکم، محمد نیست پدر هیچ یک از مردان شما، ولکن رسول الله، اما رسول الله است، یعنی پدر روحانی تمام امت است، پدر همه ماست. لذا رسول خداست، ابوتش روحانی هست، ابوتش جسمانی نیست. و خاتم النبیین، و خاتم انبیاست صلی الله علیه و سلم. خاتم به چه معنا؟ بعضی خاتم، بیشتر قرائت ها ما خاتم میخوانیم، بعضی قرائت ها از خاتم النبی، خاتم. عرض کنم که خاتم اسم آله هست. الخاتم اسم آلة لما یختم به، هر چیزی را که به وسیله اون مهر بزنند. کالطابع لما یطبع به، قالب میگم، ما به فارسی گرچه غالب میگیم ولی اصلش هست قالب، خاتم از مثل او هست. قالب یا غالب همون چیزی هست که توش گل میکنند بعد خشت میزنن، نه؟ اون را میگن قالب، یعنی ما یقلب به، اونی که چپش میکنند و خشت درست میشه. پس خاتم اونه که اون را هم چپه میکنن میزنن مهر زده میشه. پس خاتم به معنی مهر هست. به این معنی یه چیزی را که مهر را در پایان میزنن. شما نامه بنویس، آخر چی میکنی؟ مهرش میزنی. یا پاکت را میبندی، پلم وقتی میکنن مهر میزنند. مهر یعنی پلم، مهر یعنی پایان، یعنی تمام. لذا سلسله انبیاء را الله عزوجل از خاتم آغاز فرموده بود. این سلسله ادامه داشت، آمد و آمد تا اینکه به رسول الله رسید. اینجا دیگه با بعثت ایشون دیگه پلم شد این در، دیگه پیغمبر نمیاد. و خاتم النبیین به این معنا هست. و بعضی خواندن و خاتم النبیین، و خاتم النبیین ای الذی ختم النبیین، اونی که انبیاء را دیگه به پایان رسید. ختم یعنی تمام کردن و تمام شدن. پس چه خاتم باشد چه خاتم باشد، به این معنی که آخر آمد، بود و فخر الاولین، آخر آمد، همه را چی کرد؟ دیگه دروازه نبوت را برای همه بس، دیگه کسی نمیاد. چرا؟ مدعیان دروغین میاند. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمود 30 نفر تا آخر الزمان میاند، دجالند، کذابند، دروغگوند، ادعای پیغمبری میکنند. 3 تایشون در زمان رسول الله بودند. و بنابراین خاتم النبیین هست.
و کان الله بكل شیء علیما. الله عزوجل به هر چیز علیم هست، هر چیز را داناست. لذا آنچه که دستور میده به شما انجام بدید، اجرایی بکنید، از روی علم است. خدا میداند یک سری مصالحی را، منافعی را برای شما در نظر میگیرد. اینجا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم طبعا نمیخواست این کار بشه، ولی و کان الله بكل شیء علیما، به هر چیز الله علیم هست، رسول الله نیست. الله عزوجل به رسولش دستور داد، خلاف میل پیغمبر نمیخواست. ببین از جمله مواردی که خلاف میل پیغمبر انجام میگیرد، گفت نه، عقد کن، ازدواج کن. یا ایها الذین آمنو، بعد از این در این سوره چند تا خطابهای عمومی هست. در لابلای دستورات هنوز این نوع دستورات میاد، اما خدای عزوجل ما را تشویق میکنه به ذکر. الان درباره ذکر خواندیم دیگه، توضیح بیشتر نیست، فقط ترجمه. یا ایها الذین آمنوا اذکروا الله ذکرا کثیرا، ای مؤمنین یاد کنید الله را ذکرا کثیرا، ذکر زیاد. و سبحوه بکرتا و اصیلا، تسبیح و تقدیس و پاکی الله را بگید بکرتا و اصیلا، صبح و شام، یعنی در عموم اوقات، در همه اوقات. هو الذی یصلی علیکم و ملائکته، اینا مقتضی ذکر هستند. یعنی این احسانات خدا می طلبد، اینقدر بر شما احسان داره، اینقدر بر شما لطف و منت داره که می طلبد شب و روز او را ذکر کنی، شب و روز او را یاد کنی. ببین چه احسانی بر تو کرد. هو الذی یصلی علیکم، الله آن ذاتی هست که بر شما رحمت می فرستد. صلات هر وقتی که نسبتش به خدا باشد به معنی رحمت است. بر شما رحمت می باراند، رحمت ها را نازل می فرماید. و ملائکته، و همچنین ملائکهش بر شما صلات می فرستند، یعنی استغفار می کنند. ملائکه برای مؤمنین، ما در چند آیه قرآن کریم خواندیم، برای مؤمنین دعای مغفرت می کنند. لیخرجکم من الظلمات الی النور، تا اینکه به برکت این رحمت شما را بیرون کند از تاریکی های شرک و کفر به سوی نور توحید، نور ایمان. سبحان الله، هیچ نعمتی از ایمان بالاتر نیست، از معرفت خدا بالاتر نیست، از توحید بالاتر نیست. انسان نمیتونه تصور بکنه خودش را بدون ایمان، کسی که قدر ایمان داشته باشه. برای لحظه تصور بکنیم ما همه چیز داشته باشیم، امکانات دنیا داشته باشیم، این شهرهای ما و بلاد ما همش باغ و بستان باشد، زیر پای ما به جای سنگریزه ها لؤلؤ و مرجان باشد، خانه های ما به جای خشت و گل از طلا و نقره باشد، باغهای ما چی باشد، امکانات رفاهی بالاترین حدش که تصور بکنید. اون چیزی که اروپا دارن نه، خیلی خیلی بالاتر از اون تصور بکن. داشته باشیم اما خدا را داشته نباشیم، ایمان داشته نباشیم، توحید داشته نباشیم، آیا به درد میخورد؟ لذا الله میفرماید که خدا بر شما رحمتی فرستاد که این رحمت باعث بشه که لیخرجکم من الظلمات الی النور، شما از تاریکی ها شما را برهاند، یعنی شرک، کفر، به سوی نور ایمان و نور توحید راهنماییتون بکنه. لذا این اللهی که این همه به تو احسان داره ای بنده، که به سبب همین ایمان و توحید انشاءالله برای همیشه ابدالآباد نجات میابی، زندگی راحتی خواهی داشت، با عزت در بهشت خدا قرار خواهی گرفت. آیا این نعمت کمی هست؟ این نعمت میطلبد شب و روز بشین و ذکر کن. پس این مقتضی اول ذکر. و کان بالمؤمنین رحیما، این نتیجه. الله نسبت به بندگان مؤمن خودش مهربان است، مهربان است. اونایی که از
ظلمات و تاریکی به ایمان آمدند خدا چه الطافی به اونها می کند. تحیتهم یوم یلقونه سلام. اون رحمت دنیا بود، ایمان و توحید. این رحمت آخرت است. تحیت این مؤمنین روزی که با هم ملاقات میکنند چیه؟ سلام هست. الله را روزی که الله را ملاقات میکنند، روزی که الله را ملاقات میکنند خوش آمدگوییشون چی هست؟ سلام هست. از طرف الله عزوجل سلام بهشون گفته میشه. قبلا یه روزی در رابطه با سلام عرض کردم که متاسفانه دستهایی هست میگن این کلمه اون واژه چون فارسی نیست عربیه، لذا استفاده نکنیم، به جاش بگه درود، به جاش بگه روز خوش. چنانچه رادیوهای بیگانه الان همین میگند. اما سبحان الله، کسی که بوی از ایمان داشته نباشد همون طوره. کلمه ای که الله برای بندگانش میپسندد به وقت خوش آمدگویی به اونها میگوید، این کلمه میزیبد که ما این را بیشتر ترویج بدیم، بیشتر بگیم. سلام سلام. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم چند چیز فرمودند. یا ایها الناس افشوا السلام. ای مردم سلام را منتشر بکنید، زیاد به هم دیگه سلام بگید. سلام محبت میارد، سلام تواضع میاره، خیلی منافع و فواید داره. شما که میگه سلام السلام علیکم، تکبر شما را کم میکنه. بالخصوص فرمودن اونی که اول سلام میگوید اون از کبر بری هست. لذا السلام علیکم که میگی خودت را کوچکتر میدونی، چون کوچک به بزرگ سلام میده. خیلی از افراد هستن، انسان ها، شخصیت ها ما در زندگیشون خواندیم که اطرافیانشون میگن ما هر بار تلاش کردیم اول سلام بگیم نتونستیم، تا میدید از دور السلام علیکم. این امتیازی هست، هر کسی اول گفت برد کرده، او از کبر بری هست بنابر شهادت رسول الله صلی الله علیه وسلم. پس اول سلام بگید. یا ایها الناس افشوا السلام. دیگه از آداب سلام که سلام بگو هر کسی را میشناسی و نمیشناسی، هر کسی مسلمان است. لازم نیست دوستمان، همسایه‌مان، خویشاوندمان که میشناسیم، یک مسلمانی بازار میری مغازش بگو السلام علیکم، او را هم سلام بده. تو راه میبینی السلام علیکم، این همش برای شما نیکی نوشته میشه، صفت خدا هم است سلام. لذا فرمود یا ایها الناس افشوا السلام. سلام را به کثرت به هم دیگه بدید، بگید، منتشر بکنید. و اطعموا الطعام. و دوم شاید ترتیبش اشتباه بگم، دوم اینه که همدیگر را غذا بدید، یعنی همدیگر را اکرام کنید، سفره برای همدیگر پهن کنید، همدیگر را دعوت کنید. اینم محبت میاره، هم سلام محبت میاره، هم غذا و نان محبت میاره، سفره محبت میاره. هیچ کاری، هیچ نیتی نداری، نمیخوای ازش قرض بکنی، همینطور به خاطر که برادر مسلمان دعوتش میکنی بیا امروز سر سفره من با هم غذا بخوریم. لذا اونهایی که همیشه سفرهشون پهنه، همیشه خانهشون مهمان میاد، اونها در واقع این علامت سعادتشون هست، علامت خوشبختیشون هست. یک شاعر به زبان اردو هست، شعر بسیار خوبی سروده. مفهوم شعر این است که خدایا چرا بر من ناراضی شدی که 2 روز از خانه من مهمان نمیاد. تو شعرش میگه 2 روز از خانه من مهمان نمیاد. لذا اطعموا الطعام، سفرهتون همیشه پهن باشه. لازم نیست غذای در سطح بالا، هر چی که خودت توانش را داری همون اندازه خودت. اطعموا الطعام و صلوا والناس نیام. شما زمانی نماز بخوانید که بقیه مردم خوابند. یا ایها الناس افشوا السلام اطعموا الطعام و صلوا والناس نیام.
شما نماز بخوانید که مردم خوابند تدخل الجنة بسلام او کما قال علیه الصلاة انشاءالله به سلامتی وارد بهشت میشه. پس اینها سلام گفتن از اون کارهایی هست که ما را به بهشت میبرد انشاءالله. اونجا که بریم هم الله عزوجل اولین خوشامدگویی از رب سلام هست، سلام قولا من رب الرحیم. سبحان الله، از جانب رب الرحیم گفته میشه سلام بر شما مؤمنان. افتخاری افتخار. الله میفرماید تحیتهم یوم یلقونه سلام، روزی که الله را ملاقات میکنن تحیه عطایشون، تحفهشون، خوش آمدگویشون سلام هست. این مقتضی دوم می طلبد که ما خدا را زیاد ذکر کنیم. و اعد لهم اجرا کریما، الله برایشون اجر معزز آماده کرده، جایگاه معزز و اجر معزز. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا. یک خطاب متوجه ما مؤمنین بود، یک خطاب متوجه رسول الله راست. الله عزوجل پیغمبرش را خطاب می کند و وظایفش را بهش یادآوری می کند. یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا، ای پیامبر ما تو را به عنوان شاهد فرستادیم. شاهد یعنی بیان کننده. شاه عبدالقادر رحمه الله از تفسیر کنندگان قوی قرآن مجید است، نوشته شاهد به زبان اردو نیست، بتانے والے، کسی که بیان میکنند مطالب را، مطالب حق را برای مردم. از ابن عباس داریم که شاهد قیل المراد شاهدا بان لا اله الا الله، ای پیامبر تو شاهد این مطلب هستی که لا اله الا الله، یکی از شاهدان توحید تو هستی. تفسیر کبیر نوشته ثانیها انه شاهد ان لا اله الا الله، تو شاهد هستی بر این مطلب که هیچ معبودی بغیر از الله نیست. اگر شاهد به معنی شهادت بدیم اونجا هم درست میشه. و یکون الرسول علیکم شهیدا، شما در سوره بقره خواندید که روز قیامت همه انبیا میگن خدایا ما به این امتهای خودمون مطلب را رسوندیم، اینها قبول نکردند، امتها قبول نمی کنند، از انبیا گواه میخواند. انبیا میگن امت نبی خاتم گواه ماست، این امت به عنوان گواهی حاضر میشه. به این امت گفته میشه شما از کجا شنیدید، کجا بودید؟ میگن پیغمبر ما به ما گفته. پیغمبر باز شاهد میشه، به این معنی هم میتونه شاهد باشه، مزکی. علی ای حال شاهد هستی که لا اله الا الله، و مبشرا مژده دهنده هستی کسانی که در مقابل حق تسلیم میشن، و نذیرا و ترساننده و بیم دهنده هستی کسانی که انکار میکنن، و داعیا الی الله باذنه، به اذن و توفیق الله عزوجل داعی هستی به سوی دین الله، و سراجا منیرا و چراغ روشن و درخشنده هستی. ای هادیا من ظلم الضلاله، چراغی هستی که راهنمایی میکنی، تمام تاریکی ها را از بین میبری. لذا ای پیغمبر تو که مژده دهنده هستی، تو مژده بده به مؤمنین بندگان من. و بشر المؤمنین بان لهم من الله فضلا کبیرا. سبحان الله، خداوند چقدر میخواد به ما اطمینان بده که آینده ما انشاءالله خوب است اگر ایمان واقعی داشته باشه. خود خداوند خطاب به ما فرمود و اعد لهم اجرا کریما. اینجا به پیغمبر میگه تو هم بگو که بأن لهم من الله فضلا کبیرا، برای مؤمنین از جانب الله فضل بزرگ است. این کلمه فضل معنادار است، یعنی زیاد نگران نباش، فقط اینه که حتی الوسع، حتی به اندازه توان خودت
بیا به سوی الله. بقیه خدا خودش فضل میکند. این نیست که به همون اندازه که عمل کردی تو را میبره جایگاه میده، نه، به مقامات عالیه و درجات بالا فضل خدا شامل حالت میشه. فضلا کبیرا. ولا تطع الكافرین والمنافقین ودع اذاهم. این مربوط به اول سوره هست. یا ایها النبی اتق الله ولا تطع الكافرین والمنافقین. دوباره الله تکرار میکنه که کافرین را اطاعت نکن. اینجا هم فرمود که نذیر هستی، بترسانی. لذا ولا تطع الكافرین والمنافقین، کافرین و منافقین را اطاعت نکن. و دع اذاهم، اذیت و آزار اونها را ترک کن. و توکل علی الله، بر ذات الله توکل کن. و کفا بالله وکیلا، الله بهترین کارساز و بهترین حامی تو هست. صدق الله مولانا العظیم. نداء الحق صوت قد شجاني وبلغني الحقيقة والأماني، وكان لي السبيل إلى المعالي، ونورا للهداية والبيان.